نوی قطی شکر و Sen şuradayız. Ya como que legal? Megana. دوستان عزیز کمیته تدارکات برای تصنیف پهلوان محبوب و شهرتیار کشور چمپیون جهان در گشتین کورش جایزه‌دار بازی‌های المپیک پکین 2008 رسول باقیوف تحفه ارزنده هم تأسیس دادند که کاتب گنرالی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری عبدالله سعید خواجه این تحفه را برای تشریف رسول باقیوف با آنها تقدیم می‌دارند. یک کفتومی صمیمانه ما شما کدوم شما خیر مقدم می‌دیده. امروز هم جوانان و نورسان در پیروی کار رسول باقیوف بیشتر توجه میکنند که البته یک متانت و هنری بهتر هم نشان دهند. مکتبی نمونه و چهره نمایان گشتین جدایی میهن و ورزشکاری فدراسیون روسیه ابراهیم از تاجیکستان، زاهید جان پهلوان ازبکستان، خواهشمندیم شما هم به میدان بیایید. خب نوی قطی شکر و نوی قطی شکر و نوی قطی شکر و نوی قطی شکر اومدن رو جمعش کردن ای اونا او بلد ای کشه ولا او نوی قطی شکر اومد رو جنم اون ایسترومان دیگه باشی بکشتم اون جمعش کرامت الله حکیموف و ابراهیم دستور ندادن سرداوری مسابقه و پهلوانی فدراسیون روسیه اندویتسکی والرا حالا کرامت الله حکیموف هنرنمایی میکنند. تحفه هر دو این ورزشگر را گفتیم نماینده جمهوری تاجیکستان و ورزشگری فدراسیون روسیه را حتی در ورقه مکافات ها تحفه ها را نویسید. این است این است آقای نلو چلی نمی‌دی اتا ای بگم اتا شاخه چلی ای بگم اتا استیدی همه اورا گرفتی همه 30 اتا اولم تقسیم دارم
اون آقا همون را بگیم مقصد حرامتالله و پهلوان فدراسیون روسیه اندویسکی والرا که مکتب قوی رسول باقیوف رو هم این زمان می آموزد در رقابت اول میدان داری میکنند. ظاهری جان کجا شد یک پهلوان جمهوری ازبکستان. خواهشمندیم شما هم برادر قند یک فرصت باز کی بر سفر اون طرف بر سفر این سفر مربی و ظاهری جان پهلوان ازبکستانی مرحبا مهمان است میزبان است هر کی باشد مرحبا. والرا پهلوانی که در بارش گفتیم قهرمان جهان در رشته سامو است و جایزه داری چمپیونات جهان هم در همین نوع ورزش. خیلی پهلوان هم وزن و هم ریتینسکی است پهلوانی که خیلی کبود دارد و نماینده تاجیکستان رحمان علی از ناحیه رودکی جمهوری تاجیکستان است. Ya ben sarıyorum da böyle telegram. Ani sandır ama sana böyle bir telegram var. WhatsApp telegram. Ne diyorum? Ne kay koy mekanlar. ظاهری جان کنی شما با این طرف با نزدیک کامرا را به قامت چزند همونجا پهلوان تاجیکستان مرحبا با ظاهر و زبان تاجیکی مادری خیلی بلد است. پهلوان خیلی امید بخش بار اول نیست که در تاجیکستان است. در همه جشن‌های ملی و دولتی ما میدانداری میکند و مهمان ارجمند را به تاجیکستان خوش آمدید میگوییم. مرحبا پهلوانان تاجیکستان میدان از بله. Oy cadar miyom zangır mezanım miyom etme. سابقه داران ورزش را حالا برای گرفتن تحفه ها و منبری ها کنار راست دعوت می سازیم. و این هیئت شاملم خیرالله نظریوف، میرزازاده عبدالقادر، خیرالله عزتوف، احمد آدینایوف، خال محمد غالیبوف، سعید مراد دولتوف، ناصر بهاروف، بازاروف، خیرالله عطایوف، عبدالصمد شمسولایوف، مهدی سعدیوف، محمد الله عبداللهیوف، لاله خان قهاروف، سبزعلی رحمانوف، حمزه رحیموف و خرسند مراد قربانوف. کمیته تدارکات مسابقات برای سابقه‌دارانی که امروز گفتیم توفه‌هایی که تأسیس کردند از این مردانی که نامشون رو معرفی کردیم خواهشمندیم و همان کنار راست میدان روند و کمیته تدارکات برای معرفی آنها دیگر باره هم توجه میکند. مرحبا. نه پشتیگیر واسه نمیاد سایچه رقابت پهلوان تاجیکستان رحمان علی و ستاس ریتیز که نتیجه بخش نشد اونها با نفران دیگر میدان داری میکنند.